تصور کن تو 2500 سال پیش زندگی میکنی. یه پادشاهی هست که نه تنها قوی ترین امپراتوری دنیا رو میسازه، بلکه مردم رو آزاد میکنه، به ادیان احترام میذاره و اولین حقوق بشر رو مینویسه. عجیبه نه؟ این یه داستان تخیلی نیست، داستان زندگی کوروش کبیره. اما چرا اون تا این حد توی تاریخ جهان خاصه؟ راز موفقیت کوروش چیه؟ اگه آماده‌ای تا با این پادشاه شگفت‌انگیز آشنا بشی و رازهای زندگیشو کشف کنی، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. کوروش در سال 590 قبل از میلاد به دنیا اومد. جالبه بدونی از همون بچگی یه پیشبینی عجیب در موردش شد. میگن پادشاه ماد یه شب خواب میبینه که نوش یعنی کوروش روزی علیه خودش قیام میکنه و قدرت رو به دست میگیره. خب شما باشی چی کار میکنی؟ شاه ماد تصمیم میگیره بچه رو از بین ببره. اما این تازه شروع ماجراست. کوروش به طرز معجزه‌آسایی توسط یک چوپان زنده میمونه و اینجوری پایه‌های سرنوشتش رقم میخوره. تصور کن جوونی هستی که در برابر یکی از بزرگترین و بی‌رحم‌ترین پادشاهان زمانت قرار گرفتی. هر کس جای کوروش بود شاید پا پس میکشید، ولی کوروش دلش پر از آرزوی آزادی بود و میدونست که برای به دست آوردن آزادی باید از هر چیزی که دوست داره حتی از جونش بگذره. آستیاک پادشاه ماد بر تختی از طلا نشسته بود، اما در دلش ترس پنهان شده بود. شایعاتی از گوشه گوشه سرزمین به گوشش می رسید. شایعاتی از مردی به نام کوروش، مردی که با هوشش و شجاعتش مرزهای امپراتوری رو به لرزه انداخته بود. کوروش به مردم امید داده بود، امید به رهایی، امید به دنیایی بدون ظلم. اون روز کوروش فقط یه جنگ رو شروع نکرد، اون یه انقلاب در دلها به پا کرد. سربازهای ماد یکی یکی از فرماندهانشون جدا شدن و به صف کوروش پیوستن. چرا؟ چون کوروش بهشون چیزی داد که آستیاک هرگز نداشت: احترام. کوروش با خون حکومت نمی کرد، با دلها حکومت می کرد و این چیزی بود که مردم را بهش وفادار می کرد. تصور کن وسط یه نبرد بزرگ فرمانده اصلی سپاه ماد به کوروش می پیونده. ارتشی که باید در برابر کوروش می جنگید حالا برای اون می جنگید. این لحظه بود که تاریخ رو تغییر داد. امپراتوری ماد که به نظر غیر قابل شکست می رسید در برابر شجاعت و مهربانی کوروش فرو ریخت. بدون خونریزی، بدون خشونت، کوروش پادشاه مردمی شد که خودشون بهش ایمان داشتن. اگه تا اینجا ویدیو رو لایک نکردین حتما لایکش کنین و به هم بگین به نظرتون این سبک رهبری امروز هم میتونه جواب بده یا نه. اون لحظه‌ای که کوروش وارد اکباتان شد، مردم فقط یک فاتح رو نمیدیدن، اونا یه ناجی رو میدیدن، کسی که به جای ترس بهشون امید داده بود. کوروش نشون داد که برای ساختن یه امپراتوری واقعی نیاز نیست به زور شمشیر تکیه کنی، بلکه باید دلهای مردم را تسخیر کنی. کوروش نه تنها یک فاتح بزرگ بود، بلکه اولین کسی بود که صدای آزادی و برابری رو در تاریخ بلند کرد. اون زمانی که هیچ کس به حقوق مردم فکر نمی کرد، اعلام کرد که هر انسانی آزاد به دنیا میاد. مردی که میتونست قدرتش رو برای ظلم و استثمار به کار ببره، تصمیم گرفت که پادشاهی عادل باشه. منشور کوروش نه تنها یک سند تاریخیه، بلکه سندی از شجاعت و بزرگمنشی کوروشه. وقتی کوروش بابل رو فتح کرد، به جای اینکه مثل فاتحان دیگه مردم را به بردگی بگیره، یه دستور تاریخی صادر کرد. کوروش دستور داد که تمام اسیران و برده ها آزاد بشن. بله، در زمانی که امپراتوری ها شهرها را به آتش می کشیدن، کوروش به مردم آزادی و عدالت بخشید. اون اعلام کرد که هیچ کس نباید بر دیگران حکومت کنه مگر با عدالت. این منشور برای اولین بار در تاریخ بشریت حقوق انسانی را به رسمیت شناخت.
کوروش حتی به خدایان و باورهای مردم بابل احترام گذاشت. معابدشون رو بازسازی کرد و اسیران یهودی رو آزاد کرد تا به سرزمین خودشون برگردن. یه پادشاه که نه تنها ملت‌های مختلف رو فتح می‌کرد، بلکه اونا رو دوباره به هم پیوند می‌داد. منشور کوروش به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر شناخته شده و هنوز هم یکی از مهمترین اسناد تاریخ بشری به حساب میاد. این اقدام کوروش نه تنها تو زمان خودش شگفت‌انگیز بود، بلکه تأثیرش تا امروز هم باقی مونده. حتی سازمان ملل هم نسخه ای از این منشور رو نگهداری میکنه. این یعنی اونچه که کوروش 2500 سال پیش گفت هنوز هم به عنوان یک معیار جهانی برای عدالت و آزادی مورد احترامه. کوروش بزرگ در طول زندگی خودش فقط یک بار ازدواج کرد و نام همسرش کاساندان بود و حاصل این ازدواج 5 فرزند به نامهای کمبوجیه، بردیا، آتوسا، آرتیستون و رکسانا بود. همسر کوروش قبل از کوروش درگذشت و بعد از اون کوروش برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی رو انتخاب کرد. فکر میکنی ایده های کوروش در مورد حقوق بشر امروز هم کاربرد داره؟ نظرت رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذار. کوروش مردی که هیچ مرزی براش وجود نداشت. از پارس تا هند، از بابل تا مدیترانه، هر سرزمین رو که میخواست با نبوغ و استراتژی فتح میکرد و بزرگترین امپراتوری زمان خودش رو ساخت. امپراتوری که نه با زور بلکه با احترام و آزادی گسترش یافت. کوروش کبیر در سال 530 قبل از میلاد در نبرد با قبیله ماساجت‌ها به رهبری ملکه تومریس کشته شد. طبق روایت هرودوت اون در تلاش برای فریب دشمنان شکست خورد و جان باخت. تومریس پس از کشته شدن کوروش دستور داد سر اون رو جدا کرده و در ظرفی از خون فرو برند. جسد کوروش به پاسارگاد منتقل شد و در آنجا به خاک سپرده شد، اما مرگش پایان راه نبود. اون با قلبی شجاع تا آخرین لحظه جنگید و با اینکه جسمش رو از دست داد اما روحش در دل تاریخ زنده موند. میراث کوروش چیزی فراتر از فتوحاتش بود. عدالت، آزادی و احترام به انسانها تا همیشه با نامش گره خورده. حتی امروز بعد از هزاران سال جهان هنوز هم از آموزه‌های این پادشاه بزرگ یاد میگیره. به نظرت کوروش کبیر چه چیزی رو به دنیا آموخت؟ برای دیدن داستان‌های بیشتر حتما کانالمون رو سابسکرایب داشته باش. تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون.